آقای میثاقی یه بار گوش بذار خوب تکرار کن شما. خواهش میکنم. برنامه چی 90 برنامه چی؟ بله گفتین دوشنبه ببینیم برنامه چه ربطی داره؟ من الان دارم میگم برنامه چی؟ یه بار شما بگو برنامه مصاحبه رو قطعا میبینن آقای اطال. برنامه 90 پروژه حذف عادل فردوسی پور با هزینه‌های میلیاردی صدا و سیما و شبکه 3 در حال انجام. من فرزند رسانه ملی هستم. تو این 22 سالی که کار کردم همیشه سعی کردم صادقانه و پاک کارم انجام بدم. مدیون رسانه هستم و توی اینکه تو سخت‌ترین سال کاریم و در سالی که در رسانه هم حتی به من بیمهری شد، اینکه میبینم خانواده بزرگ رسانه منو میبینه و تلاش من و همکاران 150-200 نفره من دیده میشه، برام خیلی ارزشمنده. اما چجوری داره سناریوی جایگزین محمد حسین میثاقی برای عادل فردوسی پور اتفاق میفته؟ در طول 24 ساعت گذشته حجمه ای از تبلیغات سنگین و حمایتی به سمت محمد حسین میثاقی اتفاق افتاد. شاید این ویدیو رو خیلی از شما در صفحات اینستاگرام خودتون دیده باشید. اما فیفا ورلد کاپ، پیج اینستاگرامی که بارها از عادل فردوسی پور حمایت کرده، افشاگری جالبی کرده. او گفته جالبه، واقعا دیشب شخصی به ما پیام داد که تبلیغ میکنید، که ادمین پیج گفت تبلیغات نداره، که پیشنهاد 200,000 تومان رو داد. ما گفتیم اگر محتوای بدی نداشته باشه بله. بعد گفت فردا شب میفرستم. تا حدود 1 ساعت پیش که این کلیپ رو که همه جا پخش شده بود رو فرستاد و من گفتم که کاش حداقل پست‌های قبلی رو نگاه میکردید که درباره عادل خان چی گفتیم و خلاصه که تو موج این موضوعات قرار نگیرید. موجی که از سوی بنگاه‌های قدرت و لابیگری با حمایت علی فروغی برای حمایت از محمد حسین میثاقی داره اتفاق میفته. کلیپی که با این عنوان در خیلی از پیج‌هایی که با پول هویت و شرف خودشون رو میفروشن منتشر شده. تیتر اینه: محمد حسین میثاقی با اجرای خوب و پختش حق شاگردی و استادی رو بجا آورد. در آخر من فکر می‌کنم جای آقای عادل فردوسی پور هم خالیه. آره واقعا قبول دارم کاملا. هم تو دربی برای عادلم آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم که به خودم که هرچی که دارم توی کارم قطعا از عادل و هرچی که یاد گرفتم از عادل دارم. ان شاءالله که سال فوق‌العاده‌ای بشه 98 براشون ان شاءالله زنده ببینیم. اما نکته جالب‌تر این هستش که خیلی از پیج‌ها به تعریف و تمجید از محمد حسین میثاقی پرداختن. اما نکته جالب‌تر این هستش که همین الان اگر از دشمن خونی عادل فردوسی پور هم روی آنتن شبکه 3 سال بپرسی، همین صحبت‌های محمد حسین میثاقی رو میکنه و از او حمایت میکنه، چون باید در جلوی آنتن زنده فیلم بازی بکنه. همین الان اگر از علی فروغی هم مدیر شبکه 3 در خصوص عادل فردوسی پور هم بپرسید، او از عادل حمایت میکنه. آقای فروغی، ماجرای پیچیده برنامه 90 چیه؟ 90 ماجرای پیچیده نداره، 90 ماجرای ساده داره. برنامه 90 ببین، اینو قولش از شما بگیرم. بعد بره تو جلسه کنداکتور. حالا قولش از شما بگیرم. من واقعا قول فرید درباره کنداکتور نمیدونم. موافق هستم خودم. موافق هست. بله حتما خوبه، ولی به شرط اینکه هم برنامه انقدر بحث داشته باشه و همین که آقا گفت بچرخونم ناپلونیره بالاخره. اما در پشت پرده با رانت‌ها و لابی‌ها و پول‌های میلیاردی که خرج می‌کنن، پروژه حذف عادل فردوسی پور رو از شبکه 3 دارن میچینن. و از طرفی در توییتر برخی ربات‌ها در حال بازنشر توییت‌های حمایتی از این مجری و میگن اگر میخواید برنامه‌ای رو عملی کنید، کم کم اون رو باید وارد ذهن مخاطب کنید تا عادی سازی صورت بگیره. اگر اقدامی ناگهانی باشه، مقاومت صورت میگیره. این ویدیو نشون میده که طرح جایگزین میثاقی به جای عادل مدت هاست که در اتاق فکر شبکه 3 در حال بررسی. الان داره زیرنویس میشه برای این ماجرا. آقا نظرسنجی بذارین. عادل بگی؟ آره نه بگو. ازش سوال میکنم که تو قسمت بعدی میگی. خب ولی تو میخوام ببینم که اون رگ خوابه چیه؟ اون میگه آقا همین ولاغه، تو میفهمی که مثلا عادل داره اینجا رو اشتباه میگه، چیکار میکنی؟ ما نظر میدیم، من و 7-8 تا دیگه از بچه‌ها، یعنی همون گروهی که همیشه کنار آقا عادل هستیم، هم توی 2014 هم توی برنامه 90 هم تو فوتبال 120. میدونی بچه‌ها میخوان مخ منو بزنن، چیکار میکنن؟ میگن آقا چقدر لاغر شدی. با این شروع سری با رأیشون موافقت میکنم. من میگم استاد چه گل خوبی زدی این هفته. اینم این بهترین عادل خوب فوتبال بازی میکنه. ما هم با توی تیمیم دیگه، تیم رسانه ورزش، اونم خیلی باعث شده که صمیمی‌تر بشیم، نزدیک‌تر بشیم تیم فوتبال. یه حرفی زدن. بعد از این ویدیو مردم به پیج اینستاگرام محمد حسین میثاقی حمله کردند و میثاقی بعد از اجرای شب گذشته برنامه فوتبال برتر و در پی اعتراض هواداران فوتبال کامنت‌های صفحه‌اش رو بست. اما در طول ماه‌های گذشته اختلاف بین محمد حسین میثاقی و عادل فردوسی پور بالا گرفته، تا جایی که محمد حسین میثاقی در طی اجرای برنامه ویژه جام جهانی حتی حاضر
تصور نمیشد که اسم عادل فردوسی پور رو روی آنتن شبکه 3 سوالی که آقای کیروش میپرسن، میگن من هر وقت میرفتم راجع به مسائل من شنیدم آقای میثاقی، من شنیدم شما اینا که تو گوشی بهتون میگن گوش بدید. من اینا رو همه آقای تاج، من میگم آقای کیروش سوال میکنن، میگن که من هر آقا وقت آقای تاج میخوام جواب بدم. اجازه بدم برای کسی که زیرنویس نتونستم بخونم دارم توضیح میدم. نه برای هر وقت من میرفتم با آقای تاج میگفتن که چون وزیر گفته چون شما قرارداد بستی با کیروش من پول نمیدم به فدراسیون فوتبال. یک از همه مردم خواهش میکنم صحبت‌های آقای کارلوس کیروش رو با آقای فردوسی پور در رو شب آخر و تلویزیونم پخش کنه. بله قطعا دوشنبه میبینم پخش کنه. ببین یه بار میگم، یک از همه مردم دعوت میکنم صحبت‌های پایانی آقای کارلوس که چون با برنامه شما صحبت نمیکنه، با اون برنامه صحبت کرد، میگه آقا همش رو گوش بدن و تلویزیونم بذاره صحبت‌ها رو. اون تقدیر و تشکرش از فدراسیون فوتبال میبینید، از رئیس فدراسیون میبینید، از مجموعه میبینید، همه آخرین صحبت پایانی آقای کیروش. درست. آقای میثاقی یه بار خوب تکرار کن شما. خواهش میکنم. برنامه چی 90. برنامه چی؟ بله گفتین دوشنبه ببینه مصاحبه باشه. چه ربطی داره؟ من الان دارم میگم شما سوال جواب بدید. یه بار شما بگو برنامه مصاحبه رو قطعا میبینن آقای تاج. برنامه 90 آقای فردوسی پور یه مصاحبه دارن دوشنبه شب همه مردم میشینن میبینن. حالا جواب بدین. این مصاحبه آخریه ایشونه، آخرین، یعنی چیزی که دیگه لحظه که دارن میرن به شدت. بله دیگه اصلا رفتن، بعدش فردا صبحش رفت. بسیار. این تصاویر که به سرعت در شبکه‌های مجازی و هماهنگ شده منتشر شد پرواضحه که یک جریان برنامه‌ریزی شده با پول‌های میلیونی قراره که عادل فردوسی پور رو از رسانه ملی حذف کنه. البته برنامه ویژه‌نامه دربی که شب گذشته با اجرای محمد حسین میثاقی به روی آنتن زنده شبکه 3 رفت آخرین تیری بود که مدیر جوان شبکه 3 به سمت عادل فردوسی پور و برنامه 90 پرتاب کرد و به نظر میرسه برنامه‌ای که کم کم قرار جای 90 رو بگیره. رفتار مدیر شبکه 3 چندان عجیب نیست، اما از محمد حسین میثاقی بعید بود که به همین راحتی وارد این بازی بشه. عادل چجوری رفیق شدی، دوست شدی، کار کردی؟ همونجا که کرمانشاه مرکزی کرمانشاه کار می‌کردیم، خب گزارش‌ها رو می‌فرستادیم تهران. عادل برات آدم چیزی بود خیلی فوق‌العاده. آره دیگه، مثلا سقف کاری که میشد انجام داد، ولی برام جالب‌تر این بود که من اونجا کار می‌کردم اینجا می‌دیدن و خوششون میاد. گفتم مثلا کیه، کجاست، این چه مدلیه، که تماس گرفتم با تهیه کننده ما اونجا. تهیه کننده‌ام گفته بود که اصلا بچه اینجا نیست، میخواد بعد درسش تموم شه برگرده، که عزیزانمون از شبکه 3 و عادل اینا گفتن که پس برگشت بیاد پیش ما. رسیدن به شهرت خوبه، اما باید مواظب محبوبیت هم بعضی از این آدم‌ها باشن.